هانده ارچل، این بازیگر مشهور که سال گذشته به عنوان سفیر بستنی مگنوم در کن حاضر شده بود، روی فرش قرمز این جشنواره را نرفت، اما امسال به دعوت برند جواهرات پوملاتو در کن حضور داشت و با استایلی زیبا چشم‌ها رو خیره کرد. اون با پیراهنی دکولته از برند لوکس بالمن به رنگ قرمز و جواهراتی از پوملاتو روی فرش قرمز جشنواره راه رفت. رنگ بنفش جواهرات و طراحی جالب اونا واکنش‌های مثبتی گرفت، اما در مقابل انتخاب لباس و رنگ اون واکنش‌های متفاوتی رو در پی داشت. خیلی از رسانه‌ها معتقد بودند که برخلاف فستیوال قبلی که هانده از رنگ‌های بنفش و نارنجی استفاده کرده بود، این بار سراغ رنگ رسمی‌تری رفته و قرمز رو انتخاب کرده. رنگی که شور و اشتیاق رو نشون میده و در عین حال کلاسیک و جذابه. در مقابل انتقاداتی هم به لباس هانده شده که گفته شده با اینکه پاپیون بزرگ این لباس ساده و قشنگی رو با خط شانه لباس ایجاد کرده، ولی این لباس برای افرادی با اندام گلابی شکل مثل هانده خیلی مناسب نیست.